د پښتو لوستلو مهارتونو ستارت کورس ته خرغلاست. با دوره مهارت‌های خواندن زبان پشتو ستارت خوش آمدید. السلام علیکم، څنګه یې؟ زه خیم او ایلمند یم چې تاسو هم روغ او صحتمند اوسئ. زه علي یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. بیایید با هیجان و انگیزه بیشتر به دنیای زبان پشتو بپیوندیم و به مهارت خواندنتان در این زبان زیبا و پرتراوت افزوده کنیم. حاضر هستین؟ پس استارت را بزنین و همین حالا شروع کنیم. متن اول، انار. ابتدا من یک بار متن را برایتان میخوانم، برایتان ترجمه میکنم و بعد از او شما را وارد یک چالش میکنم. این چالش در واقع تکلیفتان است. پس لطفاً تا آخر از این ویدیو همراه ما باشین. انار سور رنگ لري. انار یو خوږه میوه ده. انار ډېرې دانه لري. د کندهار انار خواږه دي. زما بابا ما ته انار راوړي. زما انار خوښیږي. انار سور رنگ لري. انار رنگ سرخ دارد. انار یو خوږه میوه ده. انار یک میوه شیرین است. انار ډېرې دانه لري. انار دانه زیادی دارد. د کندهار انار خواږه دی. انار قندهار شیرین است. زما بابا ما ته انار راوړي. بابای من برایم انار می آورد. زما انار خوښیږي. من انار را خوش دارم. لغات. بیایید یک بار با هم لغات جدید را بررسی کنیم. خوخول او خوشول. این کلمه فعل است به معنای خوش داشتن. راوړل. این کلمه هم فعل است به معنای آوردن. لرل. این کلمه نیز یک فعل می باشد به معنای داشتن. سور. این کلمه یک صفت است به معنای سرخ. خوږه او خوږه. این کلمه نیز یک صفت است به معنای شیرین. ډېر. این کلمه هم یک صفت است به معنای زیاد. زما. این کلمه یک ضمیر ملکی است به معنای از من. ماته. این کلمه هم یک قید است به معنای برای من. خب عزیزان، حالا وارد تمرین و یا چالنجمان میشیم. تمرین به این صورت است که متن‌هایی را که رنگ سرخ میگیرن را باید شما بخوانین و متن‌هایی که رنگ زرد میگیرن را بنده میخوانم. حتما این تمرین را همراه ما انجام بدین. انار یو خوږه میوه ده. د کندهار انار خواږه دی. زما انار خوښیږي. حالا جایمان را چنج میکنیم، یعنی که سرخ را من میخوانم و زرد را شما بخوانین. خواهش میکنم اگر میخواین که مهارت خواندنتان تقویت شوه، این تمرین را جدی بگیرین. هرچند کوتاه و بسیار ساده است، حتما انجامش بدین.
انار سور رنگ لري. انار ډېرې دانه لري. زما بابا ما ته انار راوړي. خب عزیزان، امیدوار هستم که تمرین را انجام داده باشین. اگر تمرین را انجام دادین لطفاً در بخش کامنت برایم بنویسین که انجام دادم که خیال ما راحت شود. د خپل لایکونه او نظرونه سره زموږ ملاتړ وکړئ او نوې درسونه ته انتظار کیږي او موږ ته خپل هغه ملګری معرفی کړئ چې د پښتو ژبه سره علاقه لري. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین اون را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید عقب نمانین و این دوره را هم به دوستان عزیزتان که علاقمند یادگیری زبان پشتو هستند معرفی کنین. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. ده خدای پامان.